فعالیت حزب توده در تبریز در آذربایجان به طور کلی در اون موقع ادغام شده بود با فعالیت فرقه دموکرات. بله سنکروم بودن دیگه، بله. در یه طیف بودن. بله ولی اگه یادتون باشه فرقه دموکرات خیلی دقیق با حزب توده اختلافات عمیقی داشت دیگه. بله سال 24 و فلان میگن. بله بله. زمان پیشور مثلا حزب توده با خط مشی فرقه شدیدا مخالف بود. من یه دوستی داشتم که پیرمردیه، انشالله هم زنده باشه، نمیدونم ولی فکر میکنم که نباشه، نه نیستش. اون برای من تعریف میکرد که از طرف حزب توده قاضی دادگستری هم بود، مأمور شده بود که بیاد برای برهم ریختن جلسه رسمی فرقه و اومده بود در تبریز صندلی رو برداشته بود پرت کرده بود طرف پیشوری و با این آدم راجع به این قضیه که تو قضیه رو من می‌خواستم در بیارم ببینم چرا با پیشور مخالفم. پیشور آدم فوق‌العاده‌ای بود از این نظر و از خیلی نظر. یکی از شخصیت بی‌نظیری بوده که در مورد این آدم وحشتناک ظلم شده تا اونجایی که من از این برون باشد. مثلا ممکن اینو توضیح بدید؟ مثلا از نظر اخلاق شخصی این آدم بود پیشوری که با جماعت 53 نفر گرفته بودن. این جزء 53 نفر نبود ولی با اونا هم بند بود. بله. و پیشوری آدم بود که در رفتارش این که مثلا غذا رو نمیدونم اسیب اونا نخوره، مراعات اونا رو بکنه، به دیگرون برسه. از اونجا اگه آدم با فرهنگی بود میدونست مثلا چی کار میتونه بکنه و من فکر میکنم که اگه بخواد کسی این کار بکنه تنها سند زنده در شرایط فعلی آقا بزرگ علویه. بله. آقا بزرگ راجع به پیشور خیلی حرفای فوق‌العاده‌ای داره و یه بارم در تهران که آمده بود با هم قرار گذاشتیم که بشین اینا رو بنویسه، قرار با ایشون مصاحبه کنیم. آره. آقا بزرگ یک نظر حیرت آور مثلا راجع به پیشوری داره، نه به خاطر عقاید سیاسیش، اصلا میگفت این آدم درسته، این یک الماس تراشیده شده است، اگه روزنامه‌نگار بوده، اگه نمیدونم، و واقعا هم در مقابل لومپن‌هایی که زمان فرقه دموکرات هر کدوم از یک گوشه از این ور و اون ور ریخته بودن و قدرت رو می‌خواستن به دست بگیرن فراوان بودن، پیشوری واقعا یه انتلکتوئل بود و پیشوری واقعا انتلکتوئل بود، یوتوپیست بود، منتها توتالیتر نبود و اون یوتوپیایی که تو ذهنش بود ایجاد یه نوع سوسیالیسم قابل انطباق در متن جامعه و بعدها وقتی آدم مثلا میشینه و کاراشو نگاه میکنه یا حرفاشو میشنوه یا رفتارشو، حتی اصلا من هیچ آدم نمیره این قضیه. بچه بودیم کوچولو ریزه میزه در یک سال نه حکومت کردن. بله. شما اصلا دیده بودید خود پیشوری رو؟ فراوون پیشوری اصلا بین مردم میرفت میومد و اینا اون کاویانی که با اسب و اینا میومد مثلا دکونان سر میزد و اینا. در عرض یک سال کارهایی که مثلا کردن یه دفعه توی تبریز فقط 120 متر اسفالت بود اون موقع، از دم میدان شهرداری تا سر خیابون تربیت. بله. یک دفعه همه جا رو پروژکتور گذاشتن و تبریز یه دفعه اسفالت شد. دانشگاه و پایش رو اینا ریختن، رادیو رو اونا گذاشتن و بعد نمیدونم پارک و فلان و این قضایا و پارک نه به اون معنی، مثلا با گلستان تبریز یه دفعه تبدیل شده بود به محل تفرج مردم و اون تبوت ها هم بود. من دقیقا یادم میاد که حومه هایی که حومه مثلا مثل کمیته هایی که الان حکومت فعلی داره در هر محل بود. بله. و افراد میرفتن اونجا مشق میکردن. ما بچه بودیم میرفتیم برای تماشا. بله. توی حومه ها مثلا رفتارشون طوری بود که اصلا درست تبدیل شده بود به جای زوار. مثلا هر کس شب که میشد میرفت توی اون حومه مینشستن حرف میزدن. جو خیلی چیز بود. من دقیقا اینا کاملا یادم. دوستانه بود. آره جو دوستانه بود و یه میترسیدن این اربابا و اینا زده بودن به چاک
همسایه داشتیم ما که اون موقع 1 سال مخفی شد، ده فراوون داشت. اون وقت اون لیغمانی رو، صاحب لیغمانی که دهاتی ها کشتن و اینا فلان، تمام اربابا ترسیده بودن، رفته بودن تو زمین مثلا فکر می‌کردن حکومتی که واقعیت هم این بود که اصلا پایه و فکر فرقه دموکراتی اصلا نوع کارکردش بیشتر روی چیز دهاتی بود، دهقانی بود، نهیست از دهقان بیشتر توجه میکرد. بله. تا مثلا فرض کن که الکی پرولتر درست بکنه یا بتراشه و اینا رو دهاتی ها. ما بعد از چیزم سقوط فرقه دموکرات که موقعی که اصلا همه میترسیدیم از اینا، بعد اونم قضیه که خیلی من جالب یادمه، مثلا ما جوانا رو که پیوسته بودیم به سازمان مخفی فرقه دموکرات آذربایجان میفرستادن برای تبلیغ در دهات. خود من دوری دبیرستان مثلا پا میشدم میرفتم یه دهی بود به اسم پینه شلوار میرفتم اونجا مثلا تو میدون مثلا به عنوان تفریح اومدیم و میگفتیم که مثلا ارباب به شما ظلم کرده، حق و حقوقتون رو بگیرین و فلان و بهمان. بیشتر کانالیزه میشد به طرف نهضت دهقانی که با جامعه یعنی با شرایط جامعه اون روزی بیشتر قابل تطبیق بود. بله. بعد اون موقع اینا چیزی هم که خیلی خیلی وجود داشت، چند کارخونه خیلی عمده در تبریز بود. 2 کارخونه کبریت سازی بود، یک کارخونه قالب بافی و نساجی بود به اسم پشمینه، و خیلی از کارگران همه اینا تقریبا میشه گفت که اصلا خیلی رادیکال چپ بودن. بله. و اولین کاری که حتی بعد از 28 مرداد کردن مثلا بستن کارخونه پشمینه بود و تمام من یادمه که کارگران کارخانه پشمینه تبدیل شدن به راننده های اتوبوس شهری. خب و اون موقع ایستگاه نبود، هر جا مسافر دست بلند میکرد سوار میشد، بیشتر طبقه پایین رو سوار میکردن از لجشون. 28 مرداد معذرت میخوام بعد سقوط آذربایجان، بعد سقوط حکومت فرقه دموکرات، فقط طبقه پایین، دهاتی، کاسب، محصل اینا رو سوار میکردن و از جلو پولدارا رد میشدن به سرعت. بله. آقای سایلی، شما تا اونجا که به خاطر میاری برای ما توضیح بدید راجع به جریان فرقه دموکرات. چون جریان فرقه دموکرات ابتدا به عنوان تشکیل انجمن ولایتی و این حرفا شروع شد اینا، ولی بعدها خب پیشوری سخنرانی کرد و گفت که ملت ما لیاقت اداره ارتش خودش رو داره اینا، و این در ذهن خیلی اشخاص ترجمه شد به تجزیه طلبی که در واقع اگر یک حکومت خودمختار محلی هست به این معنا که اگر تصدی امور محلی رو میخواد به عهده داشته باشه، ارتش برای چی میخواد که و قوای مسلح برای چی میخواد که داشته باشه اینا. نظر شما راجع به این جریان چیست؟ آیا واقعا پیشوری تجزیه طلب بود تا اونجا که شما به خاطر دارید؟ والا ببینین این اصطلاح تجزیه طلب بود من اصلا به این معنیش اصلا نمیفهمم. تجزیه طلب یا غیر تجزیه طلب و این چیزها در واقع یه جنبه اخلاقی داره تو ذهن من. تجزیه طلب چیه؟ مثلا فرض کنید که بنده و سرکار اینجا زندگی میکنیم، من موقع خواب خور میکنم، شما مثلا نمیتونیم با من در یه اتاق بخوابم، میگین که اینجا یه پارتیشن بذارم من اونجا میخوابم. تجزیه طلبیه، خب حق دارین شما. خب مثلا اینکه اگه از اول بگیم تجزیه طلبی بده یا بگیم تجزیه طلبی خوبه، اگه این دوتا رو از هم دیگه تفکیک بکنیم، اگه خوب باشه خوب کار کرده، بد باشه بد کار کرده، توی یعنی جنبه واقعا اخلاق پیدا میکنه. خب حالا این به نظر من یک جنبه سیاسی هم داره و اون مسئله حاکمیت ملی هست که در واقع تجزیه ناپذیر و جدا کردن مسئله حاکمیت ملی از تصدی امور. فرضاً میتونه که یه جایی محققاً میبایستی که تصدی امور محلی به عهده‌اش باشه اینا، اما وقتی که به مسئله
عرض کنم خدمتتون ارتش و دولت مجزا و اینجا هم میرسه، اون دیگه در واقع به نظر شما لااقل تجزیه حاکمیت ملی نمیاد؟ منظور از حاکمیت ملی چی؟ نه اول بگو. منظور از حاکمیت ملی، منظور من الان که صحبت می‌کنم یعنی حکومت مرکزی؟ که معذرت می‌خوام، نه، یک فرد ایرانی این حقو داره که در امور سایر جاهای مملکت هم اظهار نظر بکنه و دخالت بکنه. فرض بفرمایید که یک آدمی گیلانی هم حق داره که در امور آذربایجان فرضاً اظهار نظر بکنه و دخالت بکنه و برعکس یک آذربایجانی هم چنین حقی رو داره که در امور گیلان چنین کاری رو بکنه. اگر ما اینا رو از هم دیگه جدا بکنیم و حاکمیت ملی رو در واقع تجزیه بکنیم، خب این اسمش در واقع جدا شدن و تجزیه طلبی است. نه ببینید، اگه نظر منو بخوایم من خیلی راحت میخوام. بله. حکومت مرکزی مثلا در دوران سلطنت پهلوی کاری که کرده بود، میخواست که برای تسلط و ارعاب، دقیقاً فقط نمونه های استثنایی رو من میتونم حتی به دقیقاً اسم ببرم، غیر از اون موارد که بنا به مصلحت خودش بوده، خراسانی رو استاندار مازندران میکرد، مازندرانی رو استاندار گیلان خوزستان میکرد، خوزستانی رو استاندار فلانجا میکرد. بله. کارمندای عالی رتبه از جاهای دیگه انتخاب میشد، فقط به خاطر اینکه اون به اصطلاح چنگار سرطان قدرت راحت در بده تو تن اون یکی، ایجاد ارعاب میکرد. رئیس اومده از تهران با زبان فارسی در تبریز حرف میزنه، اصلا از لهجه فارسی میترسیدن، مردم همینطور دستپای خودشون گم میکردن و همچنین وارد گویا به امور اونجا نبوده. مهمتر نامه این که وارد به امور اونجا هم نبوده. پس نتیجه چی میشد؟ نتیجه خیلی راحت تبدیل شده بود همه چیز به این که یه نوع نفرت از این قضیه. حکومت نمایندگان حکومت مرکزی تعلق اونجا نداشتن اصلا. و اون وقت اونا میخواستن چیکار بکنن؟ بناچار متولی پیدا میکردن. بله. و این یه مسئله بود که شاید مثلا در زمان فرقه دموکرات این قضیه به یه صورتی حل شده بود، برای اینکه همه ترکی حرف میزدن، همه خودشون بودن. مثلا تو یک سال فقط من بنده ترکی خوندم و موقع زمان حکومت پیشاوری بود، کلاس 4 ابتدایی. قصه ماکسیم گورگی تو کتاب ما بود، قصه چخوف تو کتاب ما بود، مسائل ترکی و نمیدونم شعر صابر، شعر میرزعلی معجز، بله، همه اینا تو کتاب‌های ما بود. و اون وقت تنها موقعی که من کیف کردم که آدمم بچه‌ام دارم درس میخونم همون سال بود که من از اونها دفاع نمی‌کنم، میخوام اون چیزو بگم، احساس خودتون. احساس خودم بگم. و یه مسئله عمده هم که میشه بهش اشاره کرد و نباید گذشت، در تمام اون سال که من یه بچه کوچولو بودم دقیقا یادم میاد که 90% امور دست روسا بود. می اومدن روزنامه وطن یولوندا در راه وطن چاپ می شد، سربازای روسی می آوردن. من در مدرسه بودم، اسمش بود دبستان بدر. بله. از مدرسه که می اومدیم بیرون سالداتا روزنامه می آوردن، روزنامه به زبان ترکی. به زبان ترکی. بعد اینو بسته کرده بودن که مثلا میدادن به مدرسه. من دیوانوار عاشق خوندن رو بودم، بهش گفتم یه دونه بده به من. بعد برگشت فوش خوار مادر به من داد روسه و یه دونه زد تو گوشم. اینا بود، یعنی اینا اصلا هیچ جنبه تاریخی نداره، جنبه توصیفی غذای اساساً. بله. و اینا رو آدم لمس میکرد. اون وقت پدر بزرگ مادری من دکون گندم فروشی داشت. یه بار کاویانی اومده بود و من با پدر بزرگ نشسته بودم رو سکو، مثلا اومد و گندم رو نگاه کرد و تپه گندم بود، یه دونه پارو هم روش بود که مثلا یکی من خواست بفروشه. بله. آره اون رفت. بعدش 2 تا سالدات اومدن، 2 سرباز روس اومدن. آره اومدن و هارد پورد گندم ها رو این ور ریختن اون ور ریختن، اصلا همه محفوظ.
آره. ولی با وجود همه اینا که آدم احساس میکرد که راه باز بود، خیلی سریع راه باز بود به اون وره مرز اصلا. بله. و حکومت ملی، حالا من نمیدونم چی باشه بود چی نباشه بود اینا، به هر حال حکومت فکری بود و شاید این کار شماها باشه که برین تحقیق کنین و کار آبراهامیان باشه که اصلا این روابط چجوری بوده که از این ساعت شنی کار میکرد، افکار از اون ور میریخت اینجا این ولی میشد و دوباره میریخت اون. شما در روزی که حکومت فرقه دموکرات سقوط کرد چیزی به خاطر میارید؟ دقیقا منظور من اینه که بارها گفته شده که قبل از ورود ارتش ایران به تبریز اصولا مردم خودشون حکومت پا خواسته بودن و حکومت را ساقط کرده بودن و کار تمام شده بود و ارتش وقتی که وارد شد دست به خشونت بی‌دلیل زیادی هم زد. شما تا اونجایی که خاطراتتون یاری میکنه در این مورد چی دارید به ما بگید؟ عرض کنم که به صورت قصه نمیگم ولی حالت قصه میتونه پیدا بکنه. روبروی خونه ما یه خونه بود که یک افسر فرقه دموکرات زندگی میکرد. بله. و حکومت در واقع این خونه در واقع این خونه های مصادره شده بود، آمده بود اونجا نشسته بود و بعد برای پسرش مثل عروسی گرفته بود. ما از پشت با ما بچه های محل نگاه میکردیم، یه عروسی مجلل و وحشتناک. از 3 روز پیش این فرار کرد، قبل از فکر کنم مثلا 19 آذر بود. بله. اون بغل خونه اینا کفاش می نشست. خب بله. ریخت خونه این قالی و نمیدونم صندلی و این چیزا همه چیزو برداشت. همسایه ریخته بودن اون خونه رو غارت میکردن. بله. شاید از این مثالی که میزنم به یه نتیجه دیگه هم برسه. آره. و شروع کردن به غارت کردن اینا. پدر بزرگی مادرم مثلا از اون خولای محل بود که مشروطیچی خونه ماها یه چیز عجب غریب بود. متحیر مونده بود که اینا چرا این کارو میکنن. آره. و اون کفاشه 6 تا صندلی آورده بود به پدر بزرگی من رشوه بده که اینو به تو بگیری صدات در نیاد. همین کفاشه که من یادمه هیچ وقت فراموش نمی کنم، شاید بعدها به صورت یه قصه در بیارم و اینا فلان، حتی زن و بچه‌ش و پسراشو میشناختم اینا. جزء طبقه لومپنی بود که اون موقع داشتن رشد میکردن، یعنی رشد کرده بودن میخواستن حمله رو شروع کنن. یعنی اون خونه آرتشی رو که غارت کردن فکر کردن جاهایی رو میتونن غارت بکنن و قبل از اینکه آرتش بیاد 3 روز حکومت دست لاسولوسا بود. آره. و همون اربابایی که میگفتم که همهشون قائم بودن، بله، اون همسایه ارباب ما حاج عباس آقا، پسراش ریخته بودن بیرون، اول حمله کردن، همه حمله کردن به طرف قومه ها، همه شده اتهام بچه اربابا بودن، تابلوها رو با این بکشن، بشکنن، چاو بزنن. یک از این فدایای فرقه دموکرات واقعا آدم عجیب بودن. یکیش الان در تهران زنده است و یکی از دوستای نزدیک من یه دهاتیه و حساب قولیه. این به خاطر جنگ ویتنام رفت استن آمد میومد پیش من بهش خوندن نوشتن یاد میدادم. آره، به خاطر جنگ ویتنام که بفهمه که خودش بخونه، یکی که بخونه. آره. اون وقت اینا ریختن بیرون. غارت که شروع کردن به کشتن اونایی که چپ بودن، مثلا طرفدار فرقه بودن. بله. و اونقدر آدم کشتن که حد حساب نداشت. یه قبرستون بود در تبریز به اسم آشتوکتی قبرستانه و این خیلی جالبه، برای که داستانش اینجوریه که در یکی از قحطی‌هایی که در تبریز ظاهر شده بود، یه مادری بچه‌هاش میمیرن از گرسنگی و بعد از اینکه قحطی رفت میشه و اینا، این یه دیگه بزرگ آش میپزه و میبره میریزه رو قبر بچه‌هاش. قبرستون خیلی معروف بود. بعد اونجا یه مدرسه ساختن که الان نمیدونم که هست یا نیست، به اسم
دبستان خیابانه، اسم شیخ محمد خیابانه. اون مدرسه ساخته نشده بود. من یادمه که حتی قبل از اینکه آرتش بیاد اونقدر آدم کشته بودن، جسد روی جسد ریخته بودن. هر کی نمیدونم مهاجر بود، تا مهاجرینی که از قفقاز از انقلاب اکتبر فداعات کرده بودن اومده بودن اینجا، چپ هم نبودن، اصلا مهاجران رو به علت این که همه رو کشته. آره آرتش خیلی دیر اومد، 2 یا 3 روز. و مردم هر روز میرفتن تو خیابونا صف میبستن و که الان آرتش میاد اگه میشه، هی موتوری میرفت یه جیب از این ور اون ور که میان. الان رسیدن میانه، هر روز ما میرفتیم. و یک بارم کنار خیابون که ایستاده بودیم یه عطار بود و همسایه ما بغل دست ما ایستاده بود، گلوله دنگ خورد اینجا شفتاد تو جو. بعد مردم ریختن رفتن. مردم که میگن همون طبقه که زرتشن از این غذایا اندکی استفاده میکردن، راحت رفتن. یه دونه سکودار همون بود، پیرمرد که مهاجر بود، 90 خورده سال داشت، رفتن اونو بکشن. حالا اون بدبخت تکون نمیتونه بخوره ها، زیر گنبد همون نشسته. بعد رفتن و بالای گنبد همون شکستن، از اون تو همینطور تیر در میگیرن. بابا بدبخت رفته بود جایی که یه سوراخی بود، خودش رو چپونده بود اون تو. حالا محمد عطار رو کشتن. خب اینا رفتن این همینجور تیر در میکنه. بابا ویل کن، بیچاره پیرمرد رفته بود تو سوراخ قایم شده بود. یعنی یه چیز عجیب غریب بود. آرتش من تا اون موقع اکثر جنایت شده بود، قتل عام و کشتن و فلان و بهمان و آره. آرتش 3 روز بعد اومد دیگه اگه حافظم اشتباه نکنم. بله. آقای سعیدی، شما با این دوستانی که در فرقه دموکرات داشتید و در اونجا فعال بودن و با پیشوری آشنا بودن، هرگز چیزی راجع به مرگ پیشوری در شوروی شنیده بودید؟ چون درباره این مرگ داستان‌های متفاوت است و حتی گفته میشه که پیشوری رو در شوروی کشتن. بله، من یه دوستی دارم که طبیبه و جراح زنان. این جزو دانشجویانی بود که پیشوری انتخاب کرده بود که برن درس خلبانی یاد بگیرن. این 100 نفر بودن، 100 و خورده نفر بودن. اینا رو فرستاده بود به شوروی، یعنی در قفقاز درس خلبانی یاد بگیرن. بله. بعد این رفته بود اونجا، بعد قضیه از اون رو به اون رو شده بود. البته از من خیلی مسن‌تره و داستان اون برای من تعریف کرده. 2 تا داستان. منظورتون چه قضیه از این رو به اون رو شده بود؟ یعنی بعد از اینکه فرقه سقوط کرده بود. بله. فرقه سقوط کرده بود، پیشوری و دیگران و اینا همه رفته بودن شوروی. بله. و شوروی در شوروی پیشوری رفته بود سراغ همه محصلین هواپیمایی. بله. و باشون نشسته بود صحبت کرده بود، گفته بود که خیلی راحت فعلا در شرایط امروزی بهتره که شما رشته‌تون رو تغییر بدین، بریم طب بخونین و چیزی بخونین، آرشیتکت بشین، از این حرفا. چون اینا رو به عنوان خلبان که تربیت میکردن برای آذربایجان مونده. بله. اون آقای دکتر که دقیقا داستان رو برای من تعریف میکرد، آخرین بار رفته بود موقعی که اینا این خودش درس طب میخوند، میرفته سر میزده و اینا. و در برگشتن 3 یا 4 نفر بودن تو یه جیب یه دفعه بر میگرده و پیشوری کشته میشه، ولی اون 3 نفر سالم میمونن، حتی زخم بر نمیدن. بله. و استنباط همون آدم و دوستای دیگهش، حتی خیلی در شوروی این بود که اینو همدن کشتن اونجا. بله. شما از آقای بیریا هم که بعدها وارد ایران شنیدم شده و در اونجا در مسجدی عزلت گزیده و اینها هم خبری داری؟ نه، آذربایجان خودمون. بله، همونی که وزیر فرهنگ بود. نه. مدت‌ها در شوروی بود و من از آقای احمد بنی احمد شنیدم که
ایشون فعلا در ایران هستند، اینا سالها اومدن. من نمیدونم ایران بوده یا نه سالها نمیدونم، ولی فقط چرا ازشون خبر دارم. دارید؟ آقای بیدیا وقتی میره اونجا، بله، بعد یواش یواش حالت پارانوید پیدا میکنه، یعنی فرم سوءظن بیش از حد، و بعد یواش یواش مذهبی میشه. اون وقت و شروع میکنه به فحش دادن و شعار دادن و تو خیابون راه رفتن و اینا. داستان من فکر میکنم که تحریف شده به گوش شما رسیده. اون که من دقیقاً اطلاع دقیقاً یعنی شنیدم، به عنوان راوی میتونم بگم. بله بله. بیریا سر این ماجراها که مخالفت با شوروی میکنه فلان میکنه و اینا، میگیرنش مدت طولانی در سیبری بوده بیریا. بله. و در حال تبعید. اون وقت بعدها اینو از سیبری دوباره میارن قفقاز. در قفقاز میخوان ازش دلجویی بکنن و این دلجویی به این صورت که شعرهای اینو به صورت کتاب چاپ میکنن، یه پولی کلان میخوان بهش بدن و خود بیریا قبول نمیکنه، میگه من پولی مثلا اجنبی و اینا رو نمیگیرم و توبه میکنه، تبدیل میشه حالات بیمارگونه روانی و اینا به سید و اینا و شال سبز به کمرش میبنده، میره توی یکی از مساجد واکوه، میره بالای درخت اذان میگه و دفعات میگیره هم میبرن تو تیمارستان میخوابوننش و اینا. بله بله. ولی تا اینجاش من اون چیزایی که برای بچه‌ای که از روسیه آمده بودم من شنیدم اینا بود. بله.